بعد وفات دوادم میکنیم، این شب بیار اون شب بیار اون شب بیار. چرا در زندگی نمیکنیم؟ برای چی؟ حتی برادر خواهر خودمون قطعی در سر یک دسترخوان شیشته نان نمیخوریم، با چشم حسد نگاه میکنیم که مبادا یگان چیز چاره خانه من نگاه کرده باز نتوبد نبرد. یا برای چی این برادرم دارد و من ندارم؟ فرزندی پدری این بسیار نعمتی بی‌بها است، بسیار نعمتی بی‌بها است.